کارن هورنای، دختری که از دل اضطراب نظریه ساخت. داستانی که میشنوید چند سکانس از زندگی زنی است که مسیر روانشناسی را تغییر داد. کارن هورنای، روایتی از این که چگونه دختری خجالتی و نگران که سالها فکر میکرد کافی نیست، توانست از دل اضطراب خودش نظریه بسازد و از دل زخمهایش فهمی تازه از روح انسان بیرون بکشد. صحنه اول، شب‌های اضطراب. سال 1984 است. کارن دختری 10 ساله است که روی تخت نشسته، زانوهایش را بغل گرفته و از پشت پنجره به نور فانوس دریایی نگاه می کند. او نمی داند این شب‌های طولانی قرار است روزی الهام بخش نظریات بزرگ روانشناسی شوند. فعلاً فقط یک دختر کوچک است. دختری که عمیقاً حس می کند دوست داشتنی نیست، کافی نیست و باید بیشتر تلاش کند تا دیده شود. این همان زخمی بود که بعدها نامش را گذاشت اضطراب بنیادی. صحنه دوم، سایه پدر. پدرش کاپیتان دانیلزن، مردی سختگیر، مذهبی، سرد، وقتی وارد اتاق می شد، سکوت مثل پتویی سنگین روی خانه می افتاد. او بارها به کارن می گفت درس زیاد به درد دختر نمی خوره. دختر باید ساده باشه. و کارن می ترسید. در دلش شعله‌ای کوچک بود که یخ می زد. شاید واقعاً من نمی توانم. اما مادرش سونی، زنی مهربان و روشنفکر، همیشه آرام در گوش کارن می گفت تو میتونی، تو با بقیه فرق داری. این دوگانگی تحقیر پدر و تشویق مادر در ذهن کارن ریشه گرفت و بعدها تبدیل به یکی از مهمترین بخش‌های نظریه‌اش درباره نیاز انسان به امنیت و عشق شد. صحنه سوم، تصمیم بزرگ. سالها بعد کارن 19 ساله پشت میز چوبی کوچک خود نشسته و در دفتر قهوه‌ای رنگش می نویسد. می خواهم پزشک شوم. می خواهم بدانم چرا انسان درد می کشد. روح از کجا زخم می خورد و چطور می توان آن را درمان کرد. این جمله برای آن دوران، برای یک دختر جوان، حکم یک انقلاب شخصی را داشت. اما او رفت و شد یکی از اولین زنانی که در آلمان پزشکی خواند. همینجا بود که او برای اولین بار با روانشناسی آشنا شد. صحنه چهارم، عشق و سقوط. کارن در 24 سالگی ازدواج کرد، عاشق شد، خانه ساخت، بچه دار شد. اما واقعیت زندگی مشترک سایه سنگینی روی شادیش انداخت. فشارهای اجتماعی، مسئولیت 3 فرزند، اختلافهای زناشویی و افسردگی. او بارها در دفترش نوشت چطور ممکن است کسی که می‌خواهد درمانگر شود اینقدر تنها باشد. صحنه پنجم، مواجهه با فروید. کارن وارد انجمن روانکاوی برلین شد، در محیطی که تقریباً تمامش مردانه بود. او به فروید احترام می‌گذاشت، اما با بسیاری از نظریاتش موافق نبود. فروید باور داشت که زنان بر اساس کمبود و حسادت به مردان شکل می‌گیرند.
اما کارن دختری که در کودکی تحقیر شده بود می‌دانست مسئله چیز دیگری است. در ذهنش فریاد زد انسان فقط یک موجود زیستی نیست. این فرهنگ خانواده و روابط است که ما را شکل می‌دهد. زنان ناقص نیستند. انسان‌ها زخم دارند. اینجا بود که مسیرش از فروید جدا شد و شروع به نوشتن نظریات خودش کرد. 10 نیاز نوروتیک، 3 سبک مقابله با اضطراب، روانکاوی اجتماعی، روانشناسی زنان. او اولین کسی بود که می گفت مشکل زن بودن نیست، مشکل جامعه است که زن را سرکوب می کند. صحنه 6، مهاجرت و تولد دوباره. سال 1932 کارن به آمریکا مهاجرت کرد و اینجا بود که زندگیش دوباره آغاز شد. در نیویورک او مدرسه روانکاوی خودش را تأسیس کرد. اینجا دیگر نامش زیر سایه فروید نبود. آزاد بود، خلاق بود و برای اولین بار صدایش شنیده شد. دانشجویانش عاشق مهربانی و نگاه انسانی او بودند و در همین سالها بود که مفهوم مهمی را معرفی کرد: سلف انالایز، خود تحلیلی. او می گفت تو می توانی خودت را بشناسی، تو می توانی گذشته‌ات را شفا دهی، تو می توانی نسخه بهتری از خودت بسازی. این جمله در روان درمانی یک انقلاب بود. صحنه 7، سالهای پایانی. کارن تا آخرین روزهای زندگی تدریس می کرد، می نوشت، می جنگید و نظریه می ساخت. در سال 1952 سرطان آمد. اما حتی روی تخت بیمارستان هم کتاب مشهورش را تکمیل می کرد. آخرین جمله‌ای که نوشت این بود: انسان می تواند از دل تاریکی رشد کند اگر شجاعت نگاه کردن به خودش را داشته باشد. چند هفته بعد در یک صبح زمستانی نیویورک چشمانش آرام بسته شد. صحنه آخر، میراث کارن. امروز نام کارن هورنای در کنار بزرگانی چون فروید، یونگ و آدلر می درخشد، اما یک تفاوت بزرگ دارد. او تنها زنی بود که در قلب یک سیستم مرد سالار ایستاد و گفت من دنیا را از زاویه دیگری می بینم. او از اضطراب دوران کودکیش، از زخمهای رابطه اش و از دردهای درونیش نظریه ساخت و شاید بزرگترین میراثش این جمله باشد: هیچ انسانی از قبل محکوم به شکست نیست. هر کس می تواند نسخه بهتری از خودش باشد.